خب به نام خدا. با عرض سلام وقت بخیر. امروز ما فصل جدیدی رو از کتاب میخوایم شروع بکنیم تحت عنوان تحلیل و طراحی سیستم های کنترل در فضای حالت. ببینید اون چه که تا الان ما در تحلیل و طراحی سیستم های کنترل خطی بررسی کردیم عمدتاً در حوزه فرکانس، تابع تبدیل و تحلیل هایی بود که توی حوزه صفر و قطب و اینها بر مبنای مدل تابع تبدیل می اومدیم انجام میدادیم. خب این روش های مبتنی بر تابع تبدیل همونطور که ملاحظه کردید خیلی قدیمی تر و بلوغ یافته تر از روشی هستش که ما امروز میخوایم شروع بکنیم، ولی روشی که امروز میخوایم در موردش صحبت بکنیم که مبتنی بر مدل فضای حالت و عمدتاً در حوزه زمان هست، جزو روش‌های نوین در تحلیل سیستم ها هستش که ویژگی ها و قابلیت هایی رو برای ما فراهم میکنه که منحصر به فرد هست و اگر شما یه تحقیق و جستجویی بکنید در فضای پژوهش هایی که توی حوزه سیستم های کنترلی امروزه در مقالات و مجلات مختلف داره اتفاق میفته، خواهید دید که عمدتاً از این ابزار، یعنی مدل فضای حالت، برای تحلیل سیستم ها استفاده میکنه که در واقع این برمیگرده به ویژگی های خاصی که توی این روش هست و سادگی هایی که برای ما فراهم میکنه. مخصوصا یکی از مهمترین ویژگی هایی که این روش داره، در واقع مدل فضای حالت برای ما به همراه میاره، این هستش که سیستم های تک ورودی تک خروجی رو به همون صورتی تحلیل میکنه که سیستم های چند ورودی چند خروجی هم قابل تحلیل هستند. یعنی تفاوت زیادی بین سیستم های مایمو یا چند ورودی چند خروجی با سیستم های تک ورودی تک خروجی توی این تکنیک وجود نداره و خیلی اینها نزدیک به هم، در صورتی که شما اگر تکنیک های مبتنی بر تابع تبدیل رو بخوای از سیستم های سایسو به سیستم های مایمو توسعه بدی، کمی سختتر و پیچیده تر هست و نیاز هست ملاحظات متعددی رو لحاظ بکنید. بنابراین همین داستان با توجه به اینکه ما تو دنیای واقعی و تو کاربردهای واقعی عموماً با سیستم های چند ورودی چند خروجی مواجه هستیم، بسیار بسیار مهم و کاربردی هستش. خب بنابراین یه کلیتی اگر بخوام بگم که ما توی این فصل چه چیزهایی رو خواهیم دید، با چه چیزهایی آشنا خواهیم شد، این موارد رو میتونم خدمتتون بیان کنم که اولا یه آشنایی کلی با این مدل فضای حالت پیدا میکنیم، بعد ببینیم که وقتی مدل فضای حالت رو داریم چجوری اون رو میتونیم پیاده سازی بکنیم و شبیه سازی بکنیم. بعد میریم سراغ اینکه چطور میتونیم مدل فضای حالت رو از روی مدل دینامیکی یا همون معادلات دیفرانسیلی که تو فصل دوم در واقع استخراج شد میتونیم به دست بیاریم. یعنی اگر معادل دیفرانسیل سیستمی رو داشتم، چطور میتونم معادلات فضای حالتش رو بنویسم. بعد از اینکه معادلات فضای حالت رو نوشتیم، خواهیم رفت سراغ اینکه حالا سیستم هایی که با فضای حالت مدل شدن چطوری میتونیم کنترل بکنیم، که مفهوم پسخور حالت یا فیدبک حالت رو اونجا خواهیم دید و باهاش آشنا میشیم و اگر نهایتا فرصت شد خواهیم پرداخت به مفهومی به نام مشاهدهگر حالت یا ابزرور، که ما به جای اینکه بیایم از سنسورها استفاده بکنیم برای اینکه متغیرهای حالت رو اندازه بگیریم، این امکان وجود داره که
فقط از روی داده های ورودی و خروجی توی سیستم بیایم حالت های سیستم رو تخمین بزنیم یا ابزرو کنیم که بهش میگیم مفهوم observation یا مشاهدهگر حالت، که این کلیت داستانی هستش که تو این فصل ما پی خواهیم گرفت. اما بریم سراغ خود ساختار معادلات حالت و نکاتی که باید یاد بگیریم. شما حداقل تو درس مدار دیدید که ما میتونیم یک مدار الکتریکی رو که یک در واقع نمونه خاصی از سیستم های دینامیکی هست، با استفاده از معادلات حالت بیایم مدل بکنیم. شما این کار رو انجام دادید و بلدید. توی اونجا دیدید که این X یا بردار حالت که یک بردار ستونی هست، حالا اینجا ما سطری کشیدم ولی ترانسپوز شد، یه بردار ستونی که شامل یک تعداد متغیر n تا متغیر، این متغیرها بهش میگه متغیرهای حالت و به این x که یک بردار هست میگه بردار حالت یا state vector. خب این متغیرهای حالت در واقع متغیرهای مهمی توی سیستم دینامیکی ما هستند که اطلاعات اون سیستم در اینها ذخیره شده و اگر ما کمترین تعداد این متغیرها رو که بتونه کل رفتار سیستم رو توصیف کنه در نظر بگیریم بهش میگیم بردار حالت. خب حالا در مورد مدار به صورت خاص ما یادمون هست که مثلا ولتاژ خازن‌ها و جریان سلف‌ها این متغیرها رو برای ما ایجاد می‌کردن. چرا؟ چون اینها عناصر ذخیره کننده انرژی بودن و اطلاعات سیستم تو اونها ذخیره می‌شد. پس ما اونجوری می اومدیم توی مدار این کار رو انجام میدادیم که حالا در حالت کلی خواهیم گفت چطور میتونیم متغیر حالت رو برای یک سیستم دینامیکی که معادل دیفرانسیلش رو داریم انتخاب کنیم و چطور پیش بریم. خب ورودی که اینجا با یو نشون داده میشه در واقع یک برداری هست. بر حسب اینکه چند تا ورودی داریم ممکنه سیستم ما m تا ورودی داشته باشه. خب یه بردار ستونی هست U1 تا UM و سیستم ما میتونه دارای پی تا خروجی باشه. پس در حالت کلی نگاه کنید، من دارم سیستم مایمو رو در موردش صحبت میکنم، یعنی چند ورودی چند خروجی. مثلا فرض کنیم U1 U2 U3 و مثلا چند تا خروجی Y1 Y2 و Y3. پس در حالت کلی سیستم من میتونه چند ورودی چند خروجی باشه و زیادم تفاوت نمیکنه. با یه سیستم تک ورودی تک خروجی زیاد ما تفاوتی نداریم تو معادلات حالت. فقط این به جای یه دونه یو اسکالر 1:1 و خروجی اسکالر 1:1 یک بردار خواهیم داشت. توی محاسباتمون آنچنان تفاوتی ایجاد نمیشه. این نکته مثبتی هستش که معادلات حالت برای ما فراهم میکنه. خب حالا اگر فرض کنید ما این معادلات حالت رو به دست آوردیم، در واقع اومدیم ماتریس های A, B, C و D رو محاسبه کردیم. اولا که این معادله اول که یک معادله دیفرانسیل مرتبه یک هست به این میگیم معادله حالت یا state equation. این هم خروجی ماست که میبینیم خروجی رو هم با استفاده از x ها و u ها ترکیب خطی اومدیم به دست آوردیم. به این هم میگیم معادله خروجی که این دوتا با هم معادلات حالت رو که توصیف کننده سیستم ما هست برای ما نشون میده. رابطه بین ورودی و خروجی رو توی این سیستم به ما نشون میده. خب حالا ما اگه خواستیم این رو به صورت بلوک دیاگرامی بیایم نمایش بدیم، این نمایشی که اینجا ملاحظه میکنید در واقع نمایش همین معادلات حالته. شما عین همین بلوک دیاگرام رو هم توی سیمولینک میتونید بکشید و از این بلوک دیاگرام به عنوان مدلی از این سیستم استفاده کنید. در واقع یک چنین بلوک رو میتونید بسازید که این بلوک ورودیش میبینید U، خروجیش Y یا خروجی سیستم هستش.
خب چطوری ساختیم این رو؟ نکنید معادله حالت اینجا x دات مساوی ax به اضافه bu. خب اگر من یه سیگنالی رو اینجا در نظر بگیرم، فرض کنم این x دات من هست. خب اگر ازش انتگرال بگیریم طبیعتا سیگنال x رو به من میده. حالا خود x دات طبق این معادله چی میشه؟ میشه ax به اضافه bu. خب ملاحظه میکنید یه جمع کننده داریم، a ضرب در x به اضافه b ضرب در u. اینا با هم جمع شدن x دات رو ایجاد کردن و خب انتگرال میگیریم دوباره x و این شبکه فیدبکی اینجا به ما معادله حالت رو نشون میده. حالا خروجی چی میشه؟ خروجی میشه c ضرب در x به اضافه d ضرب در u. خب پس میام c رو تو x ضرب میکنم، جمعش میکنم با d ضرب در u و میشه خروجی. حالا یه نکته ای رو که میشه اینجا بهش اشاره کردیم که تو اکثر سیستم های واقعی و سیستم های علی این بخش سیستم وجود نداره. در واقع ماتریس دی معمولا صفره. چرا؟ چون ما تو سیستم های علی بین ورودی و خروجی رابطه مستقیم وجود نداره. حتی سیستم علی نمیتونه همون لحظه ای که بهش ورودی وارد شد پاسخ بده به سیستم. معمولا با یک تأخیری، با یک لختی این اتفاق میفته. در حالی که اگر اینجا بخوایم دی داشته باشیم یعنی اینکه یو هر اتفاقی براش بیفته مستقیما توی وای داره تاثیر میذاره. و تو سیستم های واقعی وقتی ما مدل میکنیم معمولا میبینیم این دی برابر با صفر هست و این نکته باید تو ذهنتون باشه. اما اگر حالا سیستم علی نباشه طبیعتا میتونه دی هم مخالف صفر باشه. خب اما بریم سراغ این که خب من با تئوری ها و با اون روش هایی که تو فصل دوم یا فصل مدل سازی سیستم های دینامیکی یاد گرفتیم، فرض کنید یه سیستمی داشتم. این سیستم میتونه یه سیستم مکانیکی باشه، یک سیستم هیدرولیکی باشه، یا سیستم آیرودینامیکی باشه، یک سیستم زیستی باشه، یک سیستم اقتصادی باشه، هر چی. بالاخره با تئوری هایی که تو اون حوزه علمی وجود داره ما می توانیم بیایم رفتار اون سیستم رو مدل بکنیم که موضوع بحث ما تو فصل دوم بود. خب مدل بکنیم یعنی چی؟ یعنی رابطه بین ورودی و خروجی اون سیستم رو صرف نظر از اینکه چیه این؟ یه ربات یا هواپیماست یا مثلا بدن یک انسانه به دست آوردیم. خب چون سیستم دینامیکی این رابطه توسط یک معادله دیفرانسیل توصیف خواهد شد. فرض کنید معادله دیفرانسیلی به این صورت داشته باشیم. خب سوال، اگر من بخوام تابع تبدیل به دست بیارم یاد گرفتیم کافیه از طرفین این تبدیل لاپلاس بگیریم با فرض اینکه تمام شرایط اولیه صفره و بعد تابع تبدیلش رو به دست بیاریم با تئوری هایی که قبلا یاد گرفتیم بریم سیستم رو تحلیل کنیم. اما اینجا ما هدفمون اینه که معادلات حالت رو به دست بیاریم، یعنی به دنبال به دست آوردن x دات مساوی ax به اضافه bu و y مساوی cx به اضافه du هستیم. یعنی ماتریس های a b c و d رو میخوام به دست بیارم. چطور میتونم این کارو بکنم؟ یه نکته خیلی مهمی رو اینجا خدمتتون باید عرض کنم. اونم چیه؟ این که اگر ما یک سیستم دینامیکی مشخصی رو در نظر بگیریم، تابع تبدیلی که این سیستم رو توصیف میکنه، حالا با فرض LTI بودن سیستم، حتما یونیک هست، یکتاست. پس ترانسفر فانکشن یکتا هست برای یک سیستم مشخص. یعنی شما فقط و فقط یه تابع تبدیل میتونید به دست بیارید. مثلا فرض کنید به دست میارید G مساوی 1 تقسیم بر S2 به اضافه 2S به اضافه 5. تابع تبدیلش میشه دیگه، مدل دیگه ای نیست. این مدل تابع تبدیل یکتاست. این نکته هم. نکته دوم، برای همون سیستم مشخص شما می توانید بی نهایت مدل فضای حالت متفاوت رو به دست بیارید.
یعنی چی؟ یعنی بی نهایت ماتریس های A, B, C و D یا چهارتایی های A, B, C و D شما میتونید به دست بیارید که همه اونها همین سیستم رو توصیف میکنن و همشون هم درستند. خب نکته که به وجود میاد چطور این اتفاق میفته؟ پاسخش اینه: این مدل های فضای حالت متفاوت با انتخاب بردار حالت های متفاوت قابل در واقع ایجاد هست، تولید میشه. یعنی ما در واقع میتوانیم بی نهایت روش متغیرهای حالتمون رو انتخاب بکنیم. برای مثال بخوام اگر خدمتتون بزنم، مثلا ساده ترین چیزی که میتونم بگم، فرض کنید یه مداری داشتید که یه دونه سلف داشت، یه خازن. خب اونجا میگفتید که بردار حالت من هست ولتاژ خازن و جریان سلف. بر اساس این شما میرفتید جلو و معادلات حالت A, B, C و D رو به دست می آوردید. خب ممکن بود یکی دیگه از دوستاتون بیاد چیکار کنه؟ بردار حالت رو برعکس انتخاب کنه، یعنی دیگه ساده ترین حالت آی ال و وی سی انتخاب کنه. اون موقع چه اتفاقی میافتاد؟ یه آ بی و سی و دی مثلا جدیدی به دست میومد که با اون بالایی متفاوته. ممکن بود یکی بیاد بگه من 2 آی ال و 3 وی سی رو میخوام انتخاب کنم، باز یک چیز جدید. پس ببینید یک ترکیب خطی مناسب از متغیر حالت میتونه بی نهایت رابطه رو برای ما به وجود بیاره. خب اما برگردیم سراغ بحث اصلی. پس این ریشه بی نهایت بودن توصیف های معادلی حالت رو اینجا ملاحظه میکنیم. ولی ما عمدتاً به دنبال چی هستیم؟ به دنبال این هستیم که بیایم راحت ترین و ساده ترین و کارآمدترینشون رو انتخاب بکنیم. یکی از بهترین و کارآمدترین روش‌های انتخاب متغیرهای حالت وقتی معادله دیفرانسیلی به این فرم به ما داده شده چیه؟ این فرم از انتخابه که به اینا میگیم متغیرهای فاز به اصطلاح. یعنی چی؟ چون معادله دیفرانسیل من مرتبه n هست، یعنی سیستم من مرتبه n، یعنی n تا متغیر حالت باید انتخاب کنم. چجوری انتخاب میکنم؟ متغیر حالت هم رو میگیرم y x1، x2 رو میگیرم مشتق y، x3 رو میگیرم مشتق دوم و xn رو میگیرم مشتق n منهای یکم y. این ساده ترین و پرکاربردترین نحوه انتخاب متغیره حالت هستش. خب برای اینکه الان من معادلات حالت رو به دست بیارم باید از x ها مشتق بگیرم. خب اگر از x1 مشتق بگیریم x1 دات میشه y دات. خب خود این y دات برابر با چیه؟ x2 برابر y دات بود دیگه، پس این میشه x2. اگر x3 رو همینجا می نوشتم x3 برابر بود با مشتق دوم y. حالا x2 دات چی میشه مشتقش؟ میشه مشتق y دات که میشه y دبل دات. خب y دبل دات هم همون x3، پس میبینیم این میشه x3. پس میبینیم x دات 1 میشه x2، x دات 2 میشه x3، همینطور الی آخر. x n منهای 1 دات برابر خواهد بود با xn، چون میشه مشتق n منهای یکم y، مشتق n منهای یکم هم همون xn هستش. اما میرسیم به آخری. حالا مشتق xn چی میشه؟ یعنی xn دات میشه yn، مشتق نهم y. خب اینو از کجا باید به دست بیارم؟ اینو ما از معادله دیفرانسیل سیستم از اینجا. الان yn برابر است با، اگه من همه اینها رو ببرم سمت راست معادله و از طرفی میدانم y x1 هست، y دات x2 هست، y دبل دات x3 هست
و مشتق n منهای یکم هم x n هست. خب پس همه اینها رو من اگر ببرم این ور yn میشه چی؟ yn میشه منهای a0 x1 منهای a1 x2 و الی آخر منهای an منهای یک x n به اضافه b0 u. خب اینا رو اینجا نوشتم، اینها منهای a0 x1 منهای a1 x2 الی آخر به اضافه b0. خب ببینید الان معادله حالت به دست اومد، یعنی x دات مساوی ax به اضافه bu. معادله حالت به دست اومد. چرا؟ چون من سمت راست من فقط x ها هستند و u ها. نه اینجا u داریم. خب این n های قبلی هیچ یویی ندارن، صفرن. خب پس اگر من این رو به فرم ماتریسی بنویسم میشه چی؟ میشه x دات مساویه یه ماتریسی در x بردار x به اضافه یه ماتریسی در u. خب x دات یک چیه؟ پس x2 پس میشه 0 1 0 بقیهش 0 که وقتی تو x ضرب میشه میشه x2. x دات دو میشه چی؟ میشه x3 پس میشه 0 0 1 بقیهش 0 الی آخر همینجوری تا آخری که میشه 0 0 الی آخر 0 1 که وقتی ضرب میشه توی این x میشه xn. اما آخرین سطرمون میشه منهای a0 x1 پس میشه منهای a0 منهای a1 تا منهای an منهای 1 که میاد اینا رو برای من میسازه. یو ها چی میشن؟ خب این قبلی ها که همه صفرن، صفر تا آخر. آخری بی صفر یوه، پس یه دونه بی صفر هم اینجا خواهیم داشت. خب بنابراین دیدیم معادلات دیفرانسیلی به فرم اسلاید قبل معادلات حالتش به این صورت به دست میاد. اما معادله خروجی چیه؟ گفتیم y مساوی cx به اضافه du دیگه. خب y تو اینجا برابر با چیه؟ اینا خودمون تعریف کردیم. y همون x1 پس میتونم بنویسم y مساوی 1 0 بقیهش 0 در x میشه x1 به اضافه 0 در u دیگه وجود نداره. خب اینه پس میشه ماتریس A، این میشه ماتریس B ما، این هم میشه ماتریس C ما، دی هم که صفره. و پس دیدید اگه ما معادله دیفرانسیلی به این فرم داشته باشیم به راحتی با روشی که گفتم انتخاب متغیر حالت به این صورت شما میتونید اون رو تبدیل کنید به معادلات حالت و از این به بعد اون رو توصیف کنید. خب اینجا به صورت مرتب‌تر این رو میبینید که معادله دیفرانسیلی به این فرم تبدیل میشه به این ماتریس های A، B، C و D که اینجا ملاحظه میکنید. خب بریم یه مثال از این قضیه ببینیم. فرض کنید اینجا این دفعه به جای اینکه معادله دیفرانسیل سیستم رو داده باشن به ما، تابع تبدیل سیستم رو به ما دادن و به ما گفتن معادلات حالت یک سیستمی که ورودیش یوه تابع تبدیلش چیه به این صورت اینو به دست میارید. خب یه نکته ای رو ابتدا بگم خدمتتون. روش هایی وجود داره که حالا موضوع بحث ما توی این درس نیست که ما مستقیما از روی صفر و قطب هایی که توی این تابع تبدیل هست معادلات حالت رو یا استیت اسپیس مدل رو به دست بیاریم. روش هایی هست که گفتیم تعداد معادلات حالت هم که میشه به دست آورد برای یک سیستم بی نهایته هرچند تابع تبدیلش یک تاست. خب اما اینجا ما میخوایم یه جور دیگه این مسئله رو حل کنیم. تابع تبدیل رو به ما دادن ولی ما اون چیزی که بلدیم اینه از روی معادله دیفرانسیل بلدیم تابع معادلات حالت رو بنویسیم. خب پس میتونم این رو تبدیل کنم به معادلات دیفرانسیلش. چرا؟ چون میدونم G برابر با تبدیل لاپلاس خروجی
به تبدیل لاپلاس ورودی. خب پس میام چیکار میکنم؟ اینو یه طرفین وسطی رو انجام میدم. در واقع S2 وقتی تو وای ضرب میشه یعنی مشتق دوم وای 5S و نهایتا 5 وای دات به اضافه 6 وای مساوی میشه با 2U. ببینید تابع تبدیل و معادل دیفرانسیل از روی هم قابل استخراج هستن. حالا اینو به عنوان معادل دیفرانسیل سیستم اگر در نظر بگیریم، با تکنیکی که خدمتتون گفتیم میتونید معادله حالت سیستم رو به دست بیارید. چون سیستم مرتبه 2 هست، بنابراین x1 رو میگیرم y، x2 رو میگیرم y دات و با محاسبه مشتقها x دات 1 میشه y دات که برابر با x2 هست، x دات 2 میشه y دبل دات. خب y دبل دات از معادله سیستم قابل به دست آوردنه. y همون x1 y دات x2 و از اینجا y دبل دات برابر میشه با منهای 6x1 منهای 5x2 به اضافه 2u. حالا اگه اینو به فرم ماتریسی بنویسیم، ماتریس آمون میشه این، ماتریس بیمون میشه این و ماتریس سیمون به این صورت به دست میاد. خب این میشه روش محاسبه معادلات فضای حالت از روی این کلاس از معادلات دیفرانسیل. خب اما بریم سراغ یک کلاس بزرگتر، کلیتر از معادلات دیفرانسیل. فرض کنید سیستمی که به ما دادن و میخوایم معادله فضای حالت اون رو به دست بیاریم توسط یک چنین معادله دیفرانسیلی توصیف شده که ملاحظه میکنید علاوه بر U که تو روش قبل بود، مشتقهای U هم توی سیستم وجود داره. خب قبل از اینکه من بیام این روش رو خدمتتون ارائه بکنم، اجازه بدید یه مثالی رو با هم حل بکنیم ببینیم چه چالشی به وجود میاد. دقت بفرمایید. فرض کنید یک معادله دیفرانسیل رو شبیه همون معادله دیفرانسیلی که الان حل کردیم، حالا دقیق به اضافه 5S به اضافه باشید 5 پایدات به اضافه 6y مساوی 2u. یه چنین معادله دیفرانسیلی رو دیدید دیگه چجوری اومدیم این کار رو کردیم، حلش کردیم و هیچ مشکلی نبود. حالا فرض کنید اینجا یه یو داتی هم باشد. حالا بریم سراغ محاسبه معادله حالتی. با روشی که قبلا داشتیم گفتیم اگه بیایم x1 رو بگیرم y، x2 رو بگیرم y دات، این کارو میکردیم دیگه. بریم ببینیم چه اتفاقی میفته. میام x دات 1 رو حساب میکنم، x دات 1 برابر میشه با y دات. خب y دات همون x2 پس میشه x2. خب این اوکیه، هیچ مشکلی نداره. اما x دات 2 اینو بخوایم حساب کنیم میشه y دبل دات. y دبل دات هم گفتیم میایم از اینجا حساب میکنیم. خب از اینجا حساب کنم این y که هست x1 اینم هست x2، پس اگه قرار بدم اینجا میشه منهای 6 x1 منهای 5 x2 به اضافه 2u به اضافه u دات. خب مشکل اینجا به وجود میاد. ما تو معادلات حالتمون x دات مساوی ax به اضافه bu بود. ما سمت راست فقط اجازه داریم u داشته باشیم، در حالی که تو اینجا چیه؟ مشکل u دات رو داریم. خب چیکار کنیم؟ چیکار کنیم که این مشکل رفع بشه؟ پس انتخاب این متغیره حالت در واقع برای من راهگشا نبود. حالا ایده ای که وجود داره اینه که
متغیر حالت دست خودمه دیگه. پس من میام چیکار میکنم؟ میام میگم که یه به اصطلاح حدسه، یه ترای هست ببینیم آیا به جواب میرسی یا نه. من بیام توی متغیر حالتم یوهایی رو اضافه بکنم که به این امید که در ادامه محاسبات اون یوها بتونه این یودادها و یا مشتقهای یو رو حذفش بکنه. پس میام چیکار میکنم؟ میام میگم x1 رو میگیرم y منهای مثلا فرض کنید یه ضریبی از u. درست شد؟ اینو میگیرم به عنوان x1. خب x2 وقتی x1 رو میگرفتم y، x2 رو میگرفتم مشتق این دیگه. حالا که x1 رو گرفتم y منهای آلفا u، پس x2 رو باید بگیرم مشتق این بالایی یعنی y دات منهای آلفا u دات، این میشه مشتق این یه، مثلا حالا اینو بگیم آلفا 1 منهای آلفا 2 در دوباره در u. پس اینو خودم اضافه میکنم، این آلفا 1 u رو تو اینجا و آلفا 2 رو توی این x2. این هم که مشتق قبلیه. حالا اگه x3 وجود داشت، x3 طبیعتا میشد مشتق کل x2 منهای یه ضریبی دوباره از u که حالا اینجا نداریم x. خب پس بیایم حالا با این انتخاب مسئله رو حل بکنیم، ببینیم آیا میتونیم اینا رو، حالا این آلفا 1 و آلفا 2 رو جوری تنظیم بکنیم که سمت راستمون دیگه مشتق یو نداشته باشیم، چون این آلفا 1 آلفا 2 دست منه، خودم میتونم هر چی دوست داشتم انتخابش بکنم. خب ببینیم چه اتفاقی میفته. x دات 1 برابر میشه با y دات منهای آلفا 1 یو دات. خب x دات 2 برابر میشه با y دبل دات منهای آلفا 1 یو دبل دات منهای آلفا 2 یو دات. خب حالا این که هنوز به فرم حالت نرسیده، خود وای دات و وای دبل دات رو من باید بیام از معادلاتم جایگزین بکنم. خب اگر وای دات رو نگاه بکنید کجا وجود داره؟ اینها تو اینجا، تو اینجا. خب وای دات برابر با چیه؟ برابر است با x2 به اضافه آلفا 1 یو دات به اضافه آلفا 2 یو. پس من به جای اون میام اینو جایگذاری میکنم، به جای وای دات میذارم x2 به اضافه آلفا 1 یو دات به اضافه آلفا 2 یو. یه منهای آلفا 1 یو دات هم که اینجا دارم، منهای آلفا 1 یو دات. خب اینم نمیشه. وای دبل دات، اینو از کجا باید به دست بیارم؟ اینها از اینجا، از دینامیک سیستم. بالاترین مشتق رو همیشه از معادله دیفرانسیل به دست میاریم. خب اینم میارم اینجا قرار میدم. چی میشه؟ وای دبل دات برابر میشه با منهای 5 وای دات منهای 6 وای به اضافه 2 یو به اضافه یو دات، این دوتا هم که اینجا هست دیگه، منهای آلفا 1 یو دبل دات منهای آلفا 2 یو دات. خب دوباره نگاه کنید، به جای وای از این رابطه میتونم جایگزین بکنم x1 به اضافه آلفا 1 یو. پس به جای این میذارم x1 به اضافه آلفا 1 یو. به جای y دبل دات دوباره عین همون چیزی که اینجا گذاشتیم، این همون y دبل دات، بخش y دات. پس عین این رابطه رو میتونم به جای این y دات هم بذارم. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه این. من یه خودم ساده سازی میکنم. x دات 1 برابر میشه، ببینید x2 یه یو دات اینجا دارم، یه یو دات اینجا.
میام می‌نویسم چی؟ اول اینو بنویسیم آلفا دو یو به اضافه آلفا دو یو آلفا یک یو دات منهای آلفا یک یو دات. این چی میشه؟ ساده میشه آلفا دو یو. خب x دبل دات چی میشه؟ x دو دات برابر میشه. خب این رابطه که حالا توی منهای 5 هم باید ضرب بشه که میشه منهای 5 x2 منهای 5 x2 منهای 5 آلفا یک یو دات منهای 5 آلفا دو یو. این میشه این را منهای 6 ضرب در این منهای 6 x1 منهای 6 آلفا یک یو به اضافه این رابطه به اضافه دو یو به اضافه یو دات منهای آلفا یک یو دبل دات منهای آلفا دو یو دات. خب اینو دوباره ساده بکنیم مساوی میشه این منهای 6x1 که میاد اینجا منهای 5x2 میاد اینجا. یوها کدومان؟ یوها یه دونه اینجا داریم یه دونه اینجا داریم یه دونه اینجا. پس میشه چی؟ اینجوری می‌نویسم به اضافه دو منهای 6 آلفا یک منهای 5 آلفا دو در یو. خب یو دات ها کجان؟ بذارید قرمزی رو بکنیم که دیده بشه. یو دات ها یه دونه اینجا داریم یه دونه اینجا داریم یه دونه اینجا داریم. پس میشه به اضافه یک منهای آلفا دو منهای 5 آلفا یک یو دات یه دونه هم یو دبل دات داریم اینجا منهای آلفا یک یو دبل دات. خب ببینید الان x دات یک من هیچ مشکلی نداره سمت راستش x و u. پس آلفا دو هر چی باشه مشکلی نداره اینجا. اما x دات دو یا x دو دات برابر با چیه؟ این که x اینم x اینم که u. اینا اوکی هم مشکلی ندارن ولی من نباید یو دات و یو دبل دات داشته باشم. بنابراین باید ضرایب اونها مساوی صفر باشند. خب ضرایب اینا مساوی صفر یعنی باید آلفا یک مساوی صفر باشه. پس هر جا آلفا یک دارم صفر میذارم نمیشه صفر. یک منهای آلفا دو هم باید صفر باشه. پس آلفا دو باید بشه چی؟ یک. پس به دست میاریم آلفا یک رو کافیه صفر بگیریم آلفا دو رو بگیریم یک. یعنی چی؟ یعنی حالا برمیگردم بالا آلفا یک صفر یعنی چی؟ یعنی x یک هم باید برابر با y باشه و خب اینم آلفا یک صفر بشه از بین میره آلفا دو هم برابر یک. به عبارتی x یک رو باید بگیریم y x دو رو باید بگیریم y دات منهای u. اگر این گونه انتخاب بکنیم به این نتیجه میرسیم که x دات یک مساوی x2 به اضافه u چون آلفا دو یکه و x دات دو میشه منهای 6x منهای 5x2. حالا آلفا یک که صفره آلفا دو هم که در واقع یک مقدارش منهای 5 با دو میشه منهای 3 منهای 3u. ما به این معادله فضای حالت میرسیم. پس ببینید با یه ترفند اگر مشتق یو تو اینجا وجود داشت ما تونستیم این مشتقها رو بیایم حذفشون بکنیم و تکنیک رو یاد گرفتید الان شما. حالا حالت کلیش رو اینجا تو این اسلاید من براتون آوردم. برای مثال این دیگه الان اینو ساده تر متوجه خواهید شد که یعنی چی این داستان.
حالا برای حالت n مساوی 3 مثلا فرض کنیم معادله حالتی داشته باشیم، معادله دیفرانسیلی داشته باشیم به این صورت که می‌بینیم مشتق‌های یو هم وجود داره. حالا بر اساس همون نکته‌ای که خدمتون گفتم اینجا دیگه نمیایم بگیم x1 x2 x3 y دات y دبل دات، چون مشتق‌های یو رو داریم حتما باید بیایم بگیم y منهای یک ضریبی از u، x2 رو میگیریم مشتق بالایی یعنی منهای یک ضریب دیگری از u، x3 رو میگیریم مشتق کل این بالایی که میشه این منهای یک ضریبی از u. حالا این بتا صفر، بتا یک و بتا دو همون پارامترهایی هستند که من باید جوری تعیین کنم که چه اتفاقی بیفته که اون یو دات ها، یو دبل دات ها و الی آخر تو سمت راست معادله حالت ما صفر بشن، ضرایبشون رو صفر بکنیم. اگر این کار رو انجام بدید، معادلات رو بنویسید، دیگه من وارد جزئیاتش نمیشم، دقیقا شبیه همون چیزی که اونجا بود ولی به صورت پارامتری. شما همین کار رو انجام بدید، x دات ها رو حساب کنید، برید جلو. حالا کار سختی هم نیست، نکنید. به یک نحو دیگری همینجا میتونید این کار رو پیش ببرید. ببینید الان x2 ما برابر با گفتیم مشتق بالایی. خب مشتق بالایی یعنی همون x دات یک، پس این x دات یکه. پس اگه من اینو بزنم x دات یک، اینم برابر همون x دات دوه، پس اینم x دات دوه. پس از همین دوتا معادله ما x دات یک و x دات دو رو خیلی راحت به دست میاریم. x دات یک میشه چی؟ x2 به اضافه بتا یک یو، x دات دو هم میشه x3 به اضافه بتا دو یو. پس ببینید x دات یک x دات دو به راحتی به دست اومد. تو مثالی هم که حل کردیم دیدیم x دات یک خیلی راحت به دست اومد. مشکل کجاست؟ تو محاسبه x دات سه. x دات سه رو که میخواید محاسبه بکنید، وقتی این مقادیر رو جایگذاری میکنید ضرایبی از یو دات ها و یو دبل دات ها و الی آخر به وجود میاد که شما با همون توضیحاتی که گفتم باید این در واقع ضرایب رو صفر کنید که حالا میتونید جزئیاتش رو خودتون ملاحظه بفرمایید. الان x دات سه رو وقتی محاسبه میکنیم یک چنین چیزیه. چیکار باید بکنید؟ شما باید بیاید این y دبل دات y دات از کجا و y رو از روی اینها، از روی این سه تا معادله y دات و y دبل دات رو بیایید از داخل اینها بر حسب x ها و u ها بنویسید. خب اگر این کار رو انجام بدید x دات شما، x3 دات شما میشود این. خب میبینیم که اینا مشکلی ندارن، x هم، اما مشتقات u تو اینجا ظاهر میشه. ما باید چیکار کنیم؟ ضرایب اینها رو مساوی صفر قرار بدیم. اینم که یو مشکلی نداره. خب حالا ضرایب اینا رو مساوی صفر قرار بدیم، از اینجا بتا صفر باید بشه مساوی بی 3. پس بتا صفر به دست میاد بی 3. بی 3 هم که معلومه دیگه. خب حالا بتا صفر به دست اومد، اینم باید صفر باشه. بتا صفر معلومه، آلفا دو بی دو هم که معلومه. از اینجا بتا یک به دست میاد. بتا یک میشه چی؟ بی دو منهای آلفا دو بی 3 بتا صفر. بتا صفر رو بتا یک به دست اومد، بتا یک معلوم، بتا صفر معلوم، بتا دو از اینجا به دست میاد، از این رابطه که میشه این رابطه. و نهایتا اسم این مقداری هم که اینجاست، هر چی که هست دیگه، همه اینا معلومن دیگه، اسم اینم گذاشتیم بتا 3، اسم گذاشتیم، تعریف کردیم این مقدار رو، اسمش گذاشتیم بتا 3. پس اینا که صفر شدن x دات میشه این رابطه که این بتا 3 در واقع همین مقدار تعریفش کردیم. پس می‌بینید ما تونستیم معادلات رو به فرم معادلات حالت تبدیل کنیم. یعنی یک چنین معادله دیفرانسیلی تبدیل شد به این معادله حالت x دات مساوی a x به اضافه b u که این b ما بتا یک بتا دو بتا سه در واقع هستن. خروجی هم میشه cx به اضافه بتا صفر u که حالا اگه بتا صفر به دست بیاد اون سیستم امری بوده.
خب بنابراین اون مثالی که من ابتدای بحثمون مطرح کردم برای این بود که بدانید لازم به حفظ کردن نیست. استراتژی و مکانیزم محاسبه معادلات حالت رو بلد باشید، میتونید محاسباتش رو انجام بدید و به معادله حالتی که میخواید برسید، صرف نظر از اینکه حالا چقدر زمان ببره یا پیچیدگی داشته باشه. اینم روابط مربوط به حالت کلی هست دیگه. کلی ترین حالت یعنی معادله دیفرانسیل مرتبه n اگر باشه، بخوایم با همین تکنیک تبدیل کنیم به معادلات حالت، خواهیم دید x دات یک میشه x2 به اضافه بتا یک u، x دات دو میشه x3 به اضافه بتا دو u، همینجوری الی آخر، و xn دات میشه این ضرایب در x ها به اضافه بتا u، که این بتا ها هم از این روابط به دست میاد. ولی گفتم لازم به حفظ کردن این روابط نیست، هرچند این روابط اگر دقت بکنید یه الگویی دارن. اگر کسی دوست داشته حفظ کنه، حالا کار سختی هم نیست، ولی ما انتظار اینه که شما روش رو یاد بگیرید و روش رو بلد باشید دیگه اشتباه نخواهید. خب تا اینجا ما یاد گرفتیم که چطور معادلات دیفرانسیل یک سیستم رو تبدیل کنیم به معادلات فضای حالت، یعنی در واقع معادلات دیفرانسیل که ما معمولا با ODE نشون میدیم یا Ordinary Differential Equation که مربوط به یک سیستم دینامیکی هست. توی فصلهای قبل تونستیم از روی این ترانسفر فانکشن رو به دست بیاریم یا GS، و امروز یاد گرفتیم استیت اسپیسش رو به دست بیاریم یا معادلات فضای حالت. اولا یه نکته‌ای که وجود داره توی نرم افزار مطلب، اگر من بخوام همینجا دستوراتش رو بگم خدمتتون، دستور TF رو که قبلا یاد گرفتید برای تعریف تابع تبدیل استفاده میشه. دستور SS هم برای به دست آوردن مدل فضای حالت یا همین ماتریس های A و B و C و D قابل استفاده هست و شما به عنوان تمرین این کار رو انجام خواهید داد برای مثال هایی که امروز حل کردیم. با استفاده از دستور SS ماتریس های فضای حالت رو به دست بیارید، ببینید به چه صورت خواهد. اما یه نکته ای رو گفتم خدمتتون. ما گفتیم اگر یک سیستم داشته باشم تابع تبدیلش رو به دست بیارم یونیکه، یکتاست، یک تابع تبدیل فقط به دست میارم. اما بی نهایت معادله فضای حالت قابل استخراجه. علتش هم گفتیم چون بی نهایت روش میتونیم x ها رو انتخاب کنیم. اما سوالی که پیش میاد، حالا معادلات حالت و توابع تبدیل آیا ارتباطی با هم دارن؟ 100% باید ارتباط داشته باشن. چرا؟ چون هر دو توصیف کننده یک سیستم هستن. میخوایم ببینیم چطور میتونیم از معادلات حالت تابع تبدیل سیستم رو به دست بیاریم. به عبارتی اگر من ماتریس های A, B, C و D رو داشته باشم، چطور میتونم تابع تبدیل سیستم رو به دست بیارم؟ یعنی معادله دیفرانسیلش رو ندارم، ما ABCD رو دارم، چطور میتونم ترانسفر فانکشن رو به دست بیارم؟ خب کار پیچیده ای نیست. کافیه چیکار کنیم؟ کافیه بیایم از معادلات حالت تبدیل لاپلاس بگیریم. اگه من از این تبدیل لاپلاس بگیرم چه اتفاقی میفته؟ میشه S x S منهای x صفر مساوی میشه با A x S به اضافه B u S. خب دنبال چی هم؟ دنبال اینم که بگم GS چی میشه؟ خب GS من میدونم برابر با تبدیل لاپلاس خروجی به تبدیل لاپلاس ورودی. میخوام اینو به دست بیارم، پس باید یه رابطه ای بین ورودی و خروجی به دست بیارم. خب از این رابطه اگر این AX رو بیارم این طرف و این x صفر رو ببرم اون طرف، تبدیل میشه به این. از x هم فاکتور گرفتیم، میشه si منهای a در xs مساوی این رابطه. پس xs میشه این si منهای a اینورس در x صفر به اضافه si منهای a اینورس در b در us.
خب حالا خروجی یا پاسخ سیستم برابر چی میشه؟ طبیعتا تبدیل لاپلاسش میشه CXS به اضافه DUS. پس میشه CXS. این همون XS منه. این ضرب در این. از اینجا دیگه این XS. کافی C رو تو این ضرب کنید، پس میشه C در این به اضافه C در این رابطه. این میشه CXS به اضافه DUS. به اضافه DUS. اینم DUS. حالا اینا رو با هم فاکتور گرفتیم، به این صورت نوشتیم. پس ببینید پاسخ سیستم میشه این. منتها ما میدونیم برای به دست آوردن تابع تبدیل شرایط اولیه رو صفر در نظر میگیریم. پس اگر من این شرایط اولیه رو صفر در نظر بگیرم، حالا YS تقسیم بر US برابر خواهد بود با این ضریب. به عبارتی این رابطه به دست میاد. پس تابع تبدیل سیستم اگر ما ABCD رو داشته باشیم می شود C SI منهای A اینورس در B به اضافه D. خب این پس رابطه بین معادلات حالت و تابع تبدیل رو نشون میده. اما نکته‌ای که میخواستم خدمتتون بگم، ما گفتیم برای یک سیستم ممکنه بیایم یه A1 B1 C1 و D1 به دست بیاریم. یه نفر دیگه ممکنه A2 B2 C2 D2 رو به دست بیاره. خب اگر اینها اینجا متفاوت باشن، اون موقع تابع تبدیل آیا متفاوت نخواهد بود؟ پاسخش اینه که خیر. تمام اون بی‌نهایت ABCD متفاوتی که به دست میاد اگر تو این رابطه قرار بدید، به نحوی خواهد بود که نتیجه این در واقع محاسبه یکتا و دقیقا برابر همون GSی که معرف سیستم هست خواهد بود و تفاوتی نخواهد کرد. نکته بعد، ما توی توصیف تابع تبدیل میدونیم ریشه های مخرج تابع تبدیل، مثلا فرض کنیم G باشه S به اضافه 2 تقسیم بر S به اضافه 5. ریشه های مخرج تابع تبدیل قطب های سیستم که مهمترین رفتار و ویژگی های سیستم مخصوصا پایداری رو برای ما مشخص میکنه. خب میخوام ببینم اگه معادلات حالت رو داشتم این قطب ها چجوری محاسبه میشه. خب با استفاده از رابطه‌ای که اینجا داریم ما میدونیم معکوس این ماتریس برابر میشه با ادجوینت اون ماتریس تقسیم بر دترمینانش. خب پس وقتی من تابع تبدیل رو از روی ABCD حساب میکنم، این مخرج تابع تبدیل همین عبارت دترمینان SI منهای A خواهد بود. بنابراین دترمینان ریشه های این یعنی دترمینان SI منهای A مساوی صفر همون قطب های سیستم خواهد بود. پس اگر من یک سیستمی با معادلات فضای حالت این چنینی داشتم، قطب های این سیستم دترمینان SI منهای A خواهند بود. از طرفی از درس جبر ما میدونیم دترمینان SI منهای A ریشه هاش مفهومی داره به نام مقادیر ویژه یا آیگن ولیو. بهش میگیم مقادیر ویژه ماتریس آ. پس توی سیستم فضای حالت این ماتریس آ خیلی خیلی مهمه و ویژگی های سیستم رو برای ما مشخص میکنه. به عبارتی مقادیر ویژه اون همون قطب های سیستم